کاگنیتیو ساینس یک حوزه میان رشته‌ایه که به ما کمک میکنه تا درک بهتری از این داشته باشیم که افراد چطور دنیای دور بر خودشون رو ازش یک برداشتی پیدا میکنن، چطور به خاطر میسپارن و چطور به یک روش خاص تفکر میکنن و چرا یک سری رفتارها رو از خودشون بروز میدن. یکی از کارکردهای علم کاگنیتیو ساینس در حوزه طراحی تجربه کاربر میتونه این باشه که به ما طراحا کمک میکنه تا درک بهتری از اصول پایه‌ای و مفاهیم پایه‌ای طراحی و دیزاین داشته باشیم. چرا که طراحی تجربه کاربر یک ترکیبی هست از اصول روانشناسی، اصول طراحی و یوزر اینترفیس دیزاین و گرفتن بازخورد دائمی ما از کاربرانمون. و در نهایت دانستن این اصول و استفاده از اونها به ما کمک میکنه تا یوزر اینترفیسی رو طراحی کنیم که مورد تایید و علاقه کاربرانمون باشه. آقای عبدی، پژوهشگر حوزه علوم شناختی، در سخنرانی خودشون در مورد علم کاگنیتیو ساینس و استفاده از اون در حوزه یو ایکس و اینکه چطور به عنوان طراح دونستن و داشتن درک بهتر از منتال مدل های طراحان و کاربران به ما کمک میکنه که طرحهای بهتری ارائه بدیم صحبت خواهم کرد. خیلی هم عالی. من تا حالا همچین تجربه‌ای از خودم نداشتم. تشکر میکنم. خوبه، به نظرم میشه ازش استفاده های بهین، حداقل خودم فکر کنم بهتر بشه ازش استفاده کرد. من حامد عبدی هستم، پژوهشگر تو حوزه کاگنیتیو ساینس و بیشتر رویکرد مدل سازی هست و چند وقتی هستش که خیلی علاقه‌مند شدم به بحث یو ایکس و تقریبا میشه گفتش که حوزه کار تخصصی خودم یو ایکس نیست. من بیشتر روی گیم تئوری و پیش بینی رفتار کار میکنم، ولی یو ایکس موضوع خیلی جذابی هست برای من و به شکل حاشیه‌ای به بحث یو ایکس در واقع میپردازم و در موردش تحقیق و مطالعه میکنم و توی این ارائه قرار هستش که بعضی از اون بحثایی که توی حوزه کاگنیتیو ساینس و نوروساینس مطرح هست رو با همدیگه مرور کنیم و البته یک واژه‌ای رو باهاش آشنا بشیم تحت عنوان کاگنیتیکس که اتفاقا پیشینه خیلی قدیمی داره. تقریبا از دهه 80 ما با این واژه آشنا هستیم و خیلی جالب هستش که کسی که در واقع این واژه رو پیشنهاد میده یکی از مؤسسین اولیه اپل هست و در واقع این نگاه توی اپل میشه گفت حتی از دهه 80 از همون ابتدا وجود داشته و در مورد این واژه هم صحبت خواهیم کرد. عنوانی که انتخاب کردم فکر میکنم با توجه به شرایطی که توش هستیم فکر میکنم تقریبا همه ازش یه درک شهودی خیلی ملموس ازش داریم و خب مطمئنا توی یو ایکس هم در واقع این تجربه رو میتونیم به شکل کاملتری درکش کنیم. خیلی از محصولات به خاطر همین نادیده گرفتن کاربرانی که قرار هست که با اون محصول کار کنن دچار مشکل شدن و در واقع فیل شدن. فقط من نمیدونم که به چه شکل میتونم این رو این چیز اینجاست. خب این واژه، اون جمله‌ای که من آوردم در واقع جمله‌ای هستش که از آقای شیمرو هستش، یک دیزاینر هست و به نظر من جمله خیلی مهمیه، ولی خب جمله‌ای هستش که باید یه مقداری عمیق‌تر بشیم. اوکی ایگنور نکنیم مردم رو، ولی خب چجور ایگنور نکنیم؟ این خود چجور در واقع چجور ایگنور نکردنه چیزی هستش که میخوام بهش بپردازم، البته از یک رهیافت خاصی به هر حال میتونه جوابهای خیلی متنوع داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره، خب وقتی ما در مورد مردم صحبت میکنیم این مشکل خیلی اساسی هست. خیلی از یو ایکس دیزاینرها حالا کوئسشنری دارن، پرسشنامه دارن، فرآیندهایی دارن، ولی یه نکته خیلی مهم رو باید بهش توجه کرد. اونم این هستش که مردم و انسان‌ها به شکل پیش‌فرض، ما تو کاگنیتیو ساینس این رو میگیم، به شکل پیش‌فرض دارن پریتند میکنن. پریتند یعنی اینکه وانمود میکنن. خیلی وقت این اتفاق میفته و حالا با چه جور میتونیم این وانمود کردن مردم رو یه جوری دور بزنیم؟ آگاه هستیم، میدونیم که مردم به شکل پیش‌فرض دارن پریتند میکنن، وانمود میکنن و ما حالا سعی میکنیم که این رو
در واقع یه جورایی هندلش کنیم و به خاطر همین مردم اولا تعدادشون خیلی زیاد هست، دوم معمولا اون سویه اصلی رو به سمت ما در واقع به اون سمت سویه اصلی و صورتشون نشونه نگرفتیم. خب برای اینکه بتونم بحثم رو یه مقداری سر و شکل بهتری بدم، یه مدل خیلی ساده اینجا طراحی کردیم. این مدل از خودم هست، ممکنه خیلی ایراد داشته باشه ولی خب برای بحثم به نظرم کمک میکنه. ما یک در واقع اول تعامل انسان با انسان رو میگم، بعد در مورد انسان با ماشین هم صحبت خواهم کرد. خب دو تا انسان وقتی میخوان با هم دیگه تعامل کنن، یه مدیومی بینشون وجود داره. یک سری حالا این تعاملات معمولا تعاملات متقابل هست، شما یک دریافت اطلاعاتی رو از فرد مقابلتون دریافت میکنید. خود گرفتن این تبدیل شدن به یک ادراک، یک پرسپشن، خودش یک فرایندیه. بعد حالا میره سراغ اینفورمیشن پروسسینگ که توی مغز صورت میگیره، میتونه ناخودآگاه باشه و بعد میاد شما حالا یک عملی رو انجام میدید یا یک کنترلی رو انجام میدید. خب انسان با انسان به این شکل است. وقتی میشه انسان با ماشین، البته من توی صحبت قبلی هم گفتم که ماشین با ماشین هم میتونه باشه، خب خیلی پیچیده تر میشه اساسا. ولی وقتی میشه انسان با ماشین، یه تغییرات خیلی جزئی میکنه. ماشین شما یه سری کامندها رو دریافت میکنه و حالا اون خودش شروع میکنه یه سری اپریشن ها رو روی اون کامندها انجام میده و در نهایت چیزی رو به شما دیسپلی میکنه. لزوما این دیسپلی قرار نیست که روی صفحه نمایشگر باشه، میتونه یک اکشنی باشه و شما اون رو دریافت میکنید و حالا شروع میکنید باهاش تعامل کردن. خب پس این ساختار فکری که هستش که بر اساس این قرار هستش که من در موردش صحبت کنم. خب نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما در واقع همون چیزی که قبلا گفتم، من به شخص معتقدم که این اینتراکشن، این تعامل بیس اصلی تمام کارهایی هستش که حالا چه توی دیزاین چه تو فرآیندهای دیگه بهش توجه میکنیم، چون اساساً یک موجود اصطلاحاً مجرد نیستیم که کنار قرار بگیریم، حالا هیچ تعاملی با پیرامون خودم ندارم و حالا قرار هستش که حالا یا لذت ببرم یا هر اتفاق دیگه. این تعامله هستش که بیس فرایند ما رو ایجاد میکنه. خب بریم سراغ در مورد کاگنیتیکس صحبت کنیم. کاگنیتیکس خیلی ساده اگه بخوام بگم به این شکل هستش که شما دو تا علم مختلف دارین. ارگونومیکس خب یک دیسیپلین خیلی ویژه‌ای هست، سابقه خیلی زیادی داره، ارگونومیکس رو تقریبا همه طراحا میشناسن. از طرف دیگه علم کاگنیتیو ساینس هم داریم. کاگنیتیو ساینس هم میشه گفت خیلی قدیمی نیست، یعنی از دهه 50 تقریبا ما علمی به نام کاگنیتیو ساینس رو داریم. تلفیق اینها در واقع میشه اون واژه‌ای که من میخوام روش تمرکز کنم تحت عنوان کاگنیتیکس. پس کاگنیتیکس میشه کاگنیتیو ساینس اند ارگونومیکس. خب ارگونومی رو احتمالاً همه میدونن، من فقط اینجا یه بحثی رو در واقع یک تعریف خیلی کلی رو ازش آوردم که اولا یک دیسیپلین علمی هست. یعنی ما ارگونومی رو خیلی نمیتونیم اصطلاحاً با گات اپروچ یا مثلا حتی گات اپروچ هم خودش میتونه یه اپروچ باشه، نمیتونیم خیلی با گات اپروچ بریم جلو. یه دیسیپلین علمی هست، یک فرایندی داره، اون فرایند باید طی بشه و بعد کار اصلیش در واقع همون فهم اون اینتراکشن ها حالا بین انسان با یک سیستمی که سیستم میتونه خودش شامل انسان باشه، سرویس باشه، هر چیزی رو در واقع میتونه در بر بگیره. و برای اینکه این در واقع فهم رو داشته باشیم به یه سری پرینسیپل ها و تئوری ها و بحث‌های دیگه نیاز داریم. برای اینکه در نهایت به چی برسیم؟ به اون در واقع حس خوبه برسیم. خب من یک سری مفاهیم رو در واقع آوردم، از هر کدوم اینها در نظر گرفتم. توی ارگونومی ما بیشتر یک سری آنالیزها رو داریم. البته خیلی بیشتر از اینها هست، ولی اون چیزایی که حالا به نظر من لازم هست که یک یو ایکس دیزاینر باهاش مواجه بشه. یه سری آنالیزها رو داریم که هر کدوم اینا اپروچ های خاص خودشون رو، دیسیپلین های خاص خودشون رو داره. شما وقتی دارید یک متا آنالیز انجام میدید با وقتی که دارید یک یوزر آنالیز انجام میدید خیلی متفاوته. این چیزی هستش که مثلا یوزر ریسرچر اومده بنچمارک کرده. بنچمارک در واقع یه جوری متا آنالیز هستش. شما اومدید آنالیزهای قبلی یک سری دیزاینر رو اومدید دارید شروع میکنید آنالیز کردن. اون یک متا در واقع آنالیز هست. وقتی خودتون درگیر میشید با یوزر در واقع یوزر آنالیز هست و هر کدوم اینها فرایندها و نکات خاص خودش رو داره. از کاگنیتیو ساینس هم در واقع ما یک سری مفاهیم خیلی کلیدی داریم، مثل اتنشن که بیشتر در موردش صحبت میکنیم، پرسپشن، مموری و حالا بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره، دیسیژن میکینگ، ریزنینگ و موضوعات دیگه.
بد نشد این اومد این اسلاید. من به طور کلی وقتی در مورد کاگنیتیو ساینس صحبت میکنم در مورد اینفورمیشن پروسسینگش بیشتر صحبت میکنم. در مورد ارگونومی هم در واقع اون ابزارهای اندازه‌گیری برای من اهمیت دارن. چیزهای دیگه هم داره ولی من روی ابزارهای اندازه‌گیری تمرکز میکنم. از طرف دیگه کاگنیتیکس، خود مفهوم کاگنیتیکس رو در واقع اپلیکیشن های مختلفی داره که UXD یا یوزر اکسپریانس دیزاین یکی از اون در واقع اپلیکیشن هاش هست و تو حوزه‌های مختلف، البته همه با هم نزدیکن، یعنی نمیشه گفت خیلی دور هستن، ولی در واقع این حوزه‌ای هستش که کاگنیتیکس در موردشون صحبت میکنه، میتونه بهشون کمک کنه. خب حالا بریم سراغ بحث اینفورمیشن پروسسینگ. گفتم که کاگنیتیو ساینس در واقع از دهه 50 شروع میشه تقریبا و اتفاقا یکی از افرادی که خیلی مطرح بوده و یه جوری میشه گفت پدر علم کاگنیتیو ساینس هست آقای جورج میلر هستش. این عدد طلایی 7 به علاوه منهای 2 در واقع از آقای جورج میلر هست. ایشون به شکل خاص و تخصصی روی مموری کار میکردن. مموری ها مدل های مختلف هستش. اینم توی اون بحث یوزر ریسرچتون باید بهش توجه کنید. به طور تخصصی روی مموری ها کار میکردن و نکته‌ای که هستش اینه که خب به یه سری محدودیت ها رسیدن. این اهمیت و درک محدودیت ها و توانایی که توی پارالوگ هم در موردش صحبت شد چیزی هستش که در واقع آقای جورج میلر اهدا میکنه به دانش کاگنیتیو ساینس و از اینجا به بعد هستش که ما توجهمون به محدودیت هایی که در واقع ساختار مغزمون داره بیشتر میشه. خب این یه مدل میشه گفتش که شناخته شده هست توی کاگنیتیو ساینس، البته خیلی پیچیده تر از این هست ولی ما هم در نهایت قرار نیست با این مدل کار کنیم. اینو سعی میکنم یه ذره ساده ترش کنم. دیتاهای ورودی میان، حالا میتونن صدا باشن، صوت باشن، تصویر باشن، هر چیزی میان توی یک سری اصطلاحا ما بهش میگیم که شورت ترم مموری یا حتی قبل از اون سنسوری مموری یا حالا سنسوری بافر. اینجا یه سری از این دیتا اساساً حذف میشن، ناخودآگاه هم هست. الان تمام شماها داری یک سری دیتا از اصطلاحاً سیستم های عصبی کف پاتون میگیرین ولی احتمالاً تا قبل از اینکه من بگم هیچ کدوم توجه نمی‌کردین که داره فشار رو داره اون منتقل میکنه. اون در واقع همون بافرها هستن. از حجم زیادی از اون دیتایی که شما دریافت میکنین اون بافرها کاملا ناخودآگاه یک سری از دیتا رو حذف میکنه، یه سری از دیتا ورود پیدا میکنه. حالا قرار هست روی اینها پردازش انجام بشه. یعنی از این مرحله بعد قرار هستش که روش پردازش انجام بشه. نکته‌ای که وجود داره ما یک ساختار مرکزی داریم که این ساختار مرکزی قرار هستش که به شما بگه که کدوم یکی از این دیتاها رو باید چیکار کن، اصلا بهش توجه بکن یا نکن. این ساختار مرکزی ساختارش خیلی پیچیده است. نمیتونم، واقعیتش اینه که هنوزم نمیدونیم که به چه شکل داره کار میکنه ولی ساختاری هستش که تقریبا میشه گفتش که افسار مغز ما رو در اختیار داره. این ساختار مرکزی یک تعامل خیلی ویژه‌ای با یک بخشی تحت عنوان ورکینگ مموری داره. اساساً توی علم کاگنیتیو ساینس گفته میشه که اون چیزی که ما بهش آگاه هستیم اساساً اون دیتایی هستش که توی ورکینگ مموری ما هستش. بقیه اتفاقات ناخودآگاه داره اتفاق میفته و این ورکینگ مموری کاملا محدوده. حتی از اون چیزی که آقای جورج میلر هم فکر میکرد 7 به علاوه منهای 2 هم کمتره، حالا بهش خواهیم رسید. و ما در واقع داریم با اون منیپولیت میکنیم، باهاش درگیر شدیم و اون حس آگاهی رو به ما میده. نکته خیلی مهمتر اینه که خود ورکینگ مموری هم ساختارهای مختلفی داره. یعنی شما هم دیتاهای وربال با دیتاهای در واقع ویژنری با هم دیگه متفاوت هستن، اصلا دو مسیر متفاوتی رو طی میکنن. و حالا بحثای دیگه که من نمیخوام در موردش خیلی صحبت کنم، اینو من یه مقداری ساده ترش میکنم. آقای ویکنز آدم معروفیه توی حوزه هیومن فاکتور و اینتراکشن دیزاین. یه کتابی داره که امیدوارم فرصت بکنیم این کتابو ترجمه کنیم، چون خوبیش اینه که به شما پرینسیپل میده. یعنی یک سری مفاهیم کلی از کاگنیتیو ساینس گرفته ولی این رو رها نکرده. از دلش یک سری پرینسیپل در میاره، میگه اوکی به عنوان دیزاینر اگه این مفاهیم واسط مهم هستش اینها رو رعایت کن. آقای ویکنز یه مدلی رو از همون در واقع اینفورمیشن پروسسینگ مطرح میکنه و تمرکزش میره روی اتنشن در واقع ریسورس ها. میگه که یک دیزاینر کسی هستش که باید بتونه اتنشن مخاطب خودش رو جلب کنه. هر چقدر شما حالا لاکچری طراحی کنی، هر چقدر زرق و برقش زیاد باشه، هر چقدر کارآمد باشه، تا وقتی که اتنشن یوزر خودت رو جلب نکردی، یوزرها با تنوع زیادی که دارن در واقع هیچ کاری رو انجام ندادی و اون گوشه خاک میخوره. و این ساختار رو بر اساس این طراحی میکنه. این رو هم من نمیخوام روش
تمرکز کنم، فقط ازش این بحث اتنشن رو بگیریم و تو ذهنمون داشته باشیم. از دل اون مدلی که قبلا دیدیم، برای اینکه یه مقداری به اون بحث ابزارهای اندازه‌گیری که توی ارگونومیکس مطرح هست در واقع این ساختار رو آوردم. ما یه سری ساب سیستم تعریف می‌کنیم، هیومن پروسسور در واقع مدل هستش. بر اساس این ساب سیستم ها میاد کامل اندازه‌گیری می‌کنیم که یک فرایند اینفورمیشن پروسسینگی که داره توی مغز صورت میگیره به لحاظ زمانی چقدر وقت میبره. این به نظر من برای کسی که داره اینتراکشن دیزاین میکنه، داره سرویس دیزاین میکنه، خیلی اهمیت داره. اینجا من یه سری دیتا آوردم، البته اینا کالچر با کالچر هم فرق میکنه، ولی خب حالا بر اساس آزمایش‌های متنوعی که انجام شده این دیتا ها رو داریم. نکته اول، از اولی شروع میکنیم. شما وقتی شروع میکنید به خوندن، یه متن رو میخونید، وقتی به انتهای خط میرسید، حالا میخواید یه اصطلاحاً موومنتی مردمک چشمتون داشته باشه بیاد سر خط قبلی، حداقل 230 میلی ثانیه زمان میبره. دیدید بعضی از انتهای فیلم ها شروع میکنه اسم کارگردان اینا انقدر سریع میره که شما نمیتونید بخونید، به خاطر اینکه هر کدوم از اون خط ها در واقع به لحاظ زمانی کمتر از 230 میلی سکند در واقع زمان گرفته. پس شما اساساً موومنت آیتون محدودیت داره، یعنی زیر 230 ثانیه اگر رفرش بشه در واقع یوزر شما هیچ چیزی رو ندیده. از طرف دیگه میزان زمانی که یک در واقع تصویر توی ذهن روی همون حالا ورکینگ مموری باقی میمونه 200 میلی ثانیه. یعنی اگه میزان زمانی که شما یک تصویر رو به مخاطب میدین زیر 200 میلی ثانیه باشه، اساساً تو ناخودآگاهش داره پردازش‌ها انجام میشه و فرد هیچ دریافتی اصطلاحاً از اون تصویر نداشته. محدودیت داریم ما به لحاظ ویژوال تا 17 تا کاراکتر، حالا لتر که دارم میگم حرف هستش. اگه شما یه اسم حالا برندی انتخاب کنید که بیش از 17 کاراکتر باشه، به خاطر همین که زبان مثل زبان آلمانی واسه کسی که داره یاد میگیره خیلی سخت خوندنش، چون کلماتشون معمولا میزان لترهاشون زیاد هست. این محدودیتی هستش که باهاش مواجهیم. من خیلی نمیخوام زمان بگیرم، فقط میام سراغ برخی از این بحثا. 3 تا در واقع سایکل تایم داریم که اون بحث قبلی رو بیارم، همین در واقع این 3 تا سایکل هستن. این 3 تا سایکل به شکل میانگین حدود 240 میلی ثانیه زمان میبره و در واقع بر اساس این مدت زمانی که میبره شما میتونید اصلا دریافت داشته باشید که یوزر شما هیچ پرسپشنی آیا داشت، تونست این رو تجزیه تحلیل بکنه یا نه. از دل این مفاهیم شما در واقع این 2 هرتزی ترشولد رو خواهید داشت. این یه سری قوانین یو ایکس هستش که میگن حتما سعی کنید رعایت کنید که اگه شما با یک حالا باتمی دارید اینتراکشن میکنید و این اینتراکشن قبل از 400 میلی ثانیه هیچ فیدبکی به یوزر ندین. دیدید توی آسانسور وقتی یک کلید میزنید تا وقتی روشن نشده شما همچنان دارید این کار رو انجام میدید. چرا؟ چون شما فکر میکنید که هیچ پردازشی روش انجام نشده، چون هیچ فیدبکی دریافت نکردید. و اگه این زمان بیشتر از 400 میلی ثانیه بشه این احساس توی شما به وجود میاد. برای اینکه اهمیت این رو درک کنیم، حالا ما داریم در مورد یو ایکس صحبت میکنیم، ولی برخی از اختلالات، حالا ما بیشتر واژه بیماری استفاده نمیکنیم، از واژه اختلال استفاده میکنیم، مثل آتیزم یا همون اوتیسم که داریم. اینها افرادی هستن که توی تعاملات اجتماعیشون، حالا به دلیل ساختار ویژه‌ای که ساختار مغزشون داره، میزان زمانی که طول میکشه بتونن یک پرسپشنی و یک اینتراکشنی داشته باشن بیش از 400 میلی ثانیه است. ممکنه 1-2 ثانیه باشه. شما دستتون رو آوردید جلو و این آدم داره تو ذهنش پردازش میکنه که این دست جلو آوردن یعنی چی. و تو حالت عادی تو تعاملات اجتماعی ما تقریبا توی همین اوردر 300-400 میلی ثانیه شما میتونید پردازش رو انجام بدین، شما هم دستتون رو میارید جلو، ولی این آدم این پردازش طول میکشه و به خاطر همین اینتراکشن های اجتماعیش دچار مشکل میشه و اصطلاحاً در خود مانده میشه. میخوام بگم که این ویژگی ها رو در واقع به شکل جدی هم توی اختلالات میبینیم. من مجدد برگردم یه 2 تا مورد دیگه هم بگم. نکته بعدی، کپاسیتی در واقع افکتیو رو ما میگیم که توی ورکینگ مموری 7 تا چانک هست. چانک یعنی همون تیکه های، حالا میتونه ویژوال باشه یا وایس باشه، که همون عدد جورج میلر هست، ولی در واقع پیورش خیلی کمتر از اینه. 3 تا چانک هستش. یعنی شما عمده مردم رو وقتی باشون تعامل دارین
بیشتر از 3 تا چانک رو نمیتونن حفظ کنن. همون موردی که شما فرمودین در مورد حفظ کردن اعداد، در واقع این داره همون رو میگه. شما شماره تلفن رو سعی میکنید تیکه تیکه کنید، چانکش کنید. این در واقع همون هست. این به شکل پیش‌فرض هم همه ما این کار رو میکنیم. و یه نکته جالب‌تر اینه که خود ورکینگ مموری به شکل معمول 7 ثانیه میتونه محتوا رو داخل خودش نگه داره. اگه یه چانک باشه، یعنی شما مثلا شما خواسته بشه عدد 5 رو حفظ کنید، معمولا تا 73 ثانیه، 1 دقیقه و 15 ثانیه میتونید این کار رو بکنید. وقتی این یه دونه رو بکنید 3 تا، خیلی زمان کمتر میشه. با این فرض که ورکینگ مموری همیشه داره دیتا میاد توش، داره در واقع شما دارید مانیپولیت میکنید، نه اینکه یه گوشه نشسته باشین تنها کارتون این باشه که یه عددی رو حفظ کرده باشید. خب من اینا رو سریع میگذرم. فیتز لا هم در واقع از دل همین مفاهیمی که گفتم و اندازه‌گیری‌ها در واقع میاد بیرون. خب تا اینجا هرچی که گفتم موضوعاتی بود که به اینفورمیشن پروسسینگ مرتبط بود، ولی میخوام بگم که کاگنیتیو ساینس یه چیزی فرای اینها رو هم مد نظر داره و به نظر من اهمیت داره. این مثال معروف هست. تعداد سه هایی که توی این نوشتار میبینی چند تاست؟ کسی میتونه الان بگه؟ 4 تاست، 5. خب کار خیلی سختیه در واقع پیدا کردنش، با توجه به کانترستی که داره کار خیلی سختیه. البته 4 تا هستش جواب واقعی، این 4 تا 3 رو خواهیم دید. از اینجا به بعد میخوام دنبال مباحثی باشم که به این چیزها میپردازه و پردازش و اون اینفورمیشن پروسسینگ که در واقع ما تو ذهنمون اتفاق میفته به این سادگی نیست که شما فقط یک شیئی به نام مغز داشته باشین حالا قرار هست این پردازش‌ها رو انجام بده. نکته مهم، این نقاشی معروف میکلانجلو تحت عنوان Creation of Adam، انسان‌ها به شکلی فاندامنتالی می‌بینید دیگه، خدا داره کلی تلاش میکنه، انسان هم که لیزیه دیگه، واسه خودش اینجا ولوه، به شکل پیش‌فرض انسان‌ها لیزی‌ان، آدم تنبلن. این اصل عمده هستش توی فرایندهای در واقع مغزی. البته این عکس تفسیرهای دیگه‌ای هم داره. خب در مورد مکتب باهاوس صحبت شد. در واقع آقای وندر روهه یکی از در واقع بنیانگذاران مکتب باهاوس هستش و جمله معروفش این هستش که less is more. خب این اتفاقه. فانش این هستش که اگه گوگل دست ایرانیه بود چه بلایی سرش می اومد. ما در مورد کاگنیتیو لود صحبت میکنیم. واقعش اینه که همین اتفاق، به نظرم شاید حتی بدتر از این، احتمالاً یه سری پاپ اپ هم باز میشد. اینا اتفاقاتی هستش که احتمالاً توی فضای ذهنی ما اتفاق میفته. ولی میبینید که شما در واقع اون کارکرد اصلی که در موردش صحبت شده شما دارید از بین میبرید و ما اینو تحت عنوان کاگنیتیو لود در موردش صحبت میکنیم. البته وقتی در مورد کاگنیتیو لود صحبت میشه توی یو ایکس همیشه تو ذهنی هستش که کاگنیتیو لود رو کاهش بدیم، ولی میخوام بگم که کاگنیتیو لود خودش مدل‌های مختلف داره. یعنی من اگه بخوام یه توصیه بکنم به یه یو ایکس دیزاینر، وقتی داره یک صفحه‌ای رو طراحی میکنه، یک در واقع لندینگ رو طراحی میکنه، اول ببینید که اون محتوایی که از اون لودها تو کدوم یکی از این 3 بخش قرار میگیره. اتفاقاً بعضی از این لودها رو هیچ کاریش نمیتونید بکنید، ذاتیه. به هر حال شما باید یه باکس داشته باشین، یک سری محتوا داشته باشین. یک سری هستش که لودهای خارجی هست، مثل همین بنرهایی که دیدیم. خب اینها رو باید کاهشش بدیم. علاوه بر این تو یک سری از تسک های خاص، به هر حال هر تسکی ساده نیست، یه سری تسک ها واقعا پیچیدن، مخصوصا توی بیزینس های بی تو بی به هر حال پیچیدگی جزئی از ذات سیستم هست که اصطلاحاً ما بهش میگیم جرمین در واقع لود. اینها رو سعی کنید که با در واقع دستورالعمل هایی که میدین اون رو هم ماکسیمایزش کنید و زیاد کنید. یعنی هر لودی رو قرار نیست کم کنید. یه لودهایی رو باید منیجش کنید، هیچ کارش نمیتونید بکنید، به هر حال وجود داره. یه لودهایی رو باید کمش کنید و یه لودهایی رو باید افزایش بدید. خب از لود مهمتر، خب حالا یه ذره میشه گفتش که لود بازم با اون ساختارها مرتبطه، محدودیت‌های ما. بحث منتال مدل هست. این اصطلاحش خیلی ساده است، خیلی هم استفاده میشه. منتال مدل یوزرت رو بفهم، منتال مدل مدیرت رو بفهم. گفتنش خیلی ساده است ولی حقیقتش اینه که بسیار پیچیده است. یعنی کسی ادعا کنه که من منتال مدل یوزرمو فهمیدم، در واقع میشه گفتش یه یوزرش رو نفهمیده یا منتال مدل رو اساسا نفهمیده. جمله هم که از آینشتین هستش که در واقع حتی در واقع
شکوندن منتال مدل هایی که من باهاش شکل گرفتم سخت‌تر از در واقع جدا کردن و اسپلیت کردن اتم هست. خب این یه مثال خیلی خوبه، نه کسی اینو دیده تا حالا؟ حتی من توی راهنما کالج این رو قبلا گفتم، ولی حالا در موردش صحبت کنیم. داستان جالبی هم داره. هر دو در واقع نقشه جغرافیا هستن. از دانش آموزان کلاس 5 خواسته شده که نقشه جغرافیا رو بکشن. سمت چپی داستان خیلی بامزه‌ای داره. توی یک مدرسه‌ای توی کوینزلند استرالیا بچه‌ها شلوغی می‌کردن. معلمه مستعصل شده بود که چجوری بچه‌ها رو ساکت کنه و میگه که کتاب جغرافیتون رو بیارید شروع کنید نقشه جغرافیا رو واسه من بکشید. همه طبق اون فرمت استانداردی که همه ما نقشه جغرافیا رو دیدیم شروع کردن به کشیدن. روسیه بالاست، امریکا بالاست، اروپا معمولا مرکزه و حالا استرالیا پایینه. اون بچه کلاس 5 میگه که نه اتفاقا استرالیا که من توش هستم مرکزه و بالا هم هست و آمریکا و روسیه. اون دهه‌ای که اینا بودن جنگ سرد هم بوده، در واقع درگیری این دوتا هم خیلی مهم بوده. اون دوتا اتفاقا پایین هستن. فهم یک سری از منتال مدل ها به همین شکل هست و شکوندنش واقعا کار ساده ای نیست. یعنی شاید تو بین 1 میلیون نفر یک دانش آموز اینجوری پیدا بشه که بتونه اون قالب ها، اون فریم ورک هایی که ما باهاش شکل گرفتیم رو بتونه بشکونه. و این مثال خیلی خوب هست از اینکه ما میتونیم هر چیزی رو متفاوت ببینیم و باز هم اون متفاوت معنادار باشه. سمت راستی فردی هستش که توی شیکاگو داره زندگی میکنه، ایالت خودش رو ایلینویز رو مجزا کرده، یه سری اصلا جاها رو اصلا در نظر نگرفته و یه سری جاها هم واسش مهم بوده و در نظر گرفته. در واقع وقتی در مورد منتال مدل صحبت میکنیم، اون استراکچرهای شناختی و دانشی هستش که هر فردی از بعد به تولد با خودش این رو حمل میکنه. ما اصطلاح دقیق‌ترش اگه بخوایم بگیم اسکیما بهش میگیم، یعنی طرحواره داریم. طرحواره‌ها هم از چیزهای خیلی ساده مثل حتی مثلا نحوه در دست گرفتن قاشق و چنگال که می‌بینید برای یا خودکار افراد متفاوت خیلی راحت هم نمیتونن تغییرش بدن، تا چیزهای پیچیده‌تر و کامپلکس‌تری که توی فرآیندهای ذهنی اتفاق میفته. و قرارم نیست دقیق باشه، قرار نیست این منتال مدل ها اکیورت در واقع دنیا رو مدل کنن. اساسا قرار نیست این اتفاق بیفته و این اتفاق هم نمیفته. و نکته بعدی ایمپلیسیت هستن، ضمنی هستن، اکسپلیسیت نیستن. این سخت میکنه کار رو. اکسپلیسیت بودن میتونستیم راحت اندازه گیری کنیم. خب وقتی در مورد منتال مدل صحبت میکنیم یک سری چنین مفاهیم رو شما باید تو ذهنتون داشته باشین. کالچر تاثیرگذار هست توی منتال مدل. اسامپشن هایی که شما دارین، پیش‌فرض هایی که شما توی ذهنتون دارین تاثیرگذار هست. پرسونال اکسپریانسی که داشتین، دو تا دوقلو، کلا دوقلوها موجودات جذابی هستن برای اکسپریمنت های روانشناسی، چون دو نفری هستن که معمولا ژناشون یکسانه، توی یه خانواده هم دارن رشد میکنن، ولی اکسپریانس های فردی متفاوتی دارن. و اینکه وقتی بعد از 10 سال میبینید دو تا دوقلو رفتارهای متفاوتی احیانا انجام میدن، نقش اون پرسونال اکسپریانس رو مطرح میکنه. و محیط و حالا فامیلی و فرندز هایی که شما دارین و خیلی موضوعات دیگه روی منتال مدل ها تاثیر میذاره. بهترین اپروچ برای منتال مدل اپروچ ایمپاتیک هستش. یعنی شما سعی کنید که خودتون رو بذارید همدل کنید با یوزرتون. البته وقتی در مورد ایمپاتیک صحبت میکنیم و در واقع ایمپاتی صحبت میکنیم، اونجا هم ما روش‌های مختلفی داریم. آیا سیمولیشن کنم؟ آیا تئوری اون فرد رو بهش دسترسی پیدا کنم؟ نمیخوام وارد این پیچیدگی‌ها بشم، ولی با این پیش‌فرض که شما قرار هستش که با یوزرتون همدل باشید. امیدوارم خسته نشده باشین تا اینجا. خب این آخرین بحث من هست، خیلی هم نمیخوام زمانتون رو بگیرم، ولی به نظرم مهمترین بحث هست. بذارید حالا این جمله وودی آلن که خیلی جمله معروفیه، کاری با این ندارم. میایم سراغ این عکس. این عکس رو میدونید چی رو میخواد نشون بده؟ حدسی ازش دارین؟ خب گربه شرودینگر رو شما شنیدین؟ چند نفر شنیدن؟ دستا رو بیارم بالا. خب خوبه. گربه شرودینگر در واقع یک مثال هست که از علم فیزیک کوانتوم میاد. خب میخوام بگم که وقتی در مورد یو ایکس صحبت میکنیم، وقتی در مورد کاگنیتیو ساینس صحبت میکنیم، ما محدود نیستیم. ما ممکنه که یک سری کانسپت ها رو از دل در واقع کوانتوم
مکانیک و کوانتوم فیزیک بگیریم. گربه شرودینگر این هستش که من داستانش رو میگم و از دلش میخوام یک سری مفاهیم بکشم بیرون. یه گربه داخل یک جعبه قرار داره. این جعبه توی داخل این جعبه یک بسته کاملا سمی وجود داره و یه تریگری که یه ماشینی که به شکل رندوم 50% ممکنه که توی بازه زمانی شلیک بشه یا نشه. ما دیگه در مورد این هیچ دیتایی نداریم، اینجا کاملا رندوم هست. و این ماشین هم مثلا ساعت 12 تا 12 و 1 دقیقه ران میشه. شما به عنوان ناظر بیرونی، وقتی میگم ناظر بیرونی شما خودتو بذار یو ایکس دیزاینر، شما به عنوان ناظر بیرونی میخواید تصمیم بگیرید که آیا گربه داخل این زنده است یا مرده. دیتایی که داریم میدونی یه گربه اونجا وجود داره، میدونی یک جعبه، یک در واقع بسته سمی وجود داره که اگر به هر دلیلی اون تریگر فعال شده باشه اون بسته در واقع میشکنه و گربه میمیره، ولی نمیدونید که چه موقع این تریگره، در مورد تریگر هم بعداً صحبت خواهیم کرد، چه موقع این تریگر فعال میشه. شما تا وقتی که ناظر بیرونی هستین و اکسپریمنت نکرده باشین یا دیگه از دل در واقع مکانیک کوانتوم میاد بیرون، نمیدونید که آیا گربه مرده است یا زنده است. پس اهمیت اکسپریمنت و ناظر بیرونی و تأثیری که میذاره اینجا خودش رو نشون میده. از دل این بحث ما یک مفهومی رو میاریم بیرون تحت عنوان کانترفکچوال کاندیشن، یا حالا من بیشتر روی تینکینگ میخوام صحبت کنم. کانترفکچوال یعنی خلاف واقع. بخوام یه ریداکشن، یه خلاصه سازی خیلی افراطی انجام بدم، کل علوم انسانی از فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد بگیری، در واقع یه جورایی نگاه کانترفکچوال هستش به موضوعات و البته خیلی جذابم هست. حالا توضیح میدم. کانترفکچوال بحث در این هستش که شما، خودمون تو زندگی روزمره زیاد این کارو میکنیم. اگه من اون روز 2 ساعت بیشتر درس خونده بودم، به جای مثلا 9:75 شدم 10:25، یا حالا شکلای این شکلی، در واقع شما دارید یک گذشته اتفاقی افتاده و سعی میکنید وقتی میخواید تحلیلش کنید شروع کنید و اون گذشته رو یه تغییری بدید ببینید چه اتفاقی ممکن هست بیفته. یک دیزاینر باید بتونه کانترفکچوال فکر کنه تا بتونه منتال مدل ها رو بشکونه و حالا فقط شکوندن مهم نیست، مهم اینه که بتونه ازش هم استفاده کنه. نکته خیلی مهمتر این هستش که من همونجوری که گفتم خیلی از دیزاین هایی که انجام میشه اون پریتندر رو به شکل پیش‌فرض داخل خودش داره. من زیاد دیدم که یو ایکس ریسرچری در واقع یک کوئسچنی طراحی کرده، من احساسم اینه که به عنوان یک یوزر میتونم پریتندش کنم، میتونم وانمود کنم که اصلا یه چیز دیگر جواب بدم. این اتفاق توی تستای روانشناسی مثل MBTI و دیسک و نمیدونم بیگ 5 و اینا هم زیاد میفته. ولی وقتی اینو ببرید تو دل یک سناریو، در واقع سناریو شما رو هر چقدر بخواید پریتند کنید، به خاطر اینکه شما تو یک مسیری قرار میده و این مسیر میتونه شما رو توی بن‌بست‌های خاص، اگه خوب دیزاین شده باشه، توی بن‌بست قرار بده، سناریو جواب خیلی بهتری رو به شما خواهد داد. و برای طراحی سناریو کانترفکچوال تینکینگ پایه اساسی در واقع سناریو نویسی هست توی یوزر ریسرچ. حالا مدل های مختلفی هم داره که در موردش صحبت نمی‌کنم. خب این سناریو رو ما توی گیم تئوری، گفتم من حوزه کاری تخصصیم گیم تئوری هست، به شکل خاص توی گیم تئوری داریم. گیم تئوری یک روش مدل سازی داره که خیلی با اون کاری ندارم، شاید خیلی هم علاقه نداشته باشم، ولی هینت های خیلی خوبی میده برای طراحی سناریو و البته خیلی هم پیچیده است و شما رو درگیر یک بازی میکنه که به این راحتی نمیتونید ازش بیاید بیرون. یک سری کارکردهایی داره که من فقط دلش میخوام به تغییر رفتار و اون بحث تریگر برسم. اینم احتمالاً دیدین. این نمودار معروف در واقع مدل رفتاری فاک هستش که 3 تا پارامتر رو، 3 تا کانسپت رو در واقع مطرح میکنه تحت عنوان موتیویشن افراد، تواناییشون، ابیلیتیشون و در واقع تریگر هایی که حالا شما به عنوان یک یوزر باید توی اون اپلیکیشنتون، توی اون محصولی که سرویسی که دارید دیزاین میکنید در نظر بگیرید. و تریگر ها هم همون ویژگی‌هایی داره که بهتون گفتم توی گربه شوپ در واقع شرودینگر باهاش مواجه هستید. یک یوزر ممکنه موتیویشن خیلی زیادی داشته باشه. ما دیروز داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم. من مثال شما رو بزنم که وقتی داشتید مسافتی رو می‌رفتین، اتوبوس مثلا فرض کنید تهران رشت بود و ایشون قرار بود که از کرج بیاد تهران.
وقتی تو یک مسیری می اومد همیشه این رانندهایی که مسافر رو صدا میزنن رو میشنیده و همیشه دلش میخواسته که یک روزی بره رشت، به جای اینکه بره سر کار جمع کنه یه روز بره رشت، یه غذای خوشمزه کباب ترش رشتی هم در واقع بخوره یا ماهی بخوره، بعد حالا آخر وقت برگرده. موتیویشن کاملا وجود داره، تریگر هم وجود داره، یعنی اون راننده داره صدا میکنه و شما همیشه تو ذهنتون می‌خواستین این اتفاق بیفته، ولی خب تواناییشو نداشته دیگه، میرفته سر کار. اگر احتمالاً فریلنس بوده میتونسته این کارو بکنه. این بازی بین اینها و اینکه شما تو کدوم یکی از این ناحیه‌ها قرار بگیرید که شما رو در واقع منتج کنه به اکشنی یا این اکشنی، عدم در واقع اکشنی، این چیزی هستش که این نمودار میخواد در موردش صحبت کنه و شما با اون رویکرد کانتر فکچوال تینکینگ میتونید سناریوهای مختلف این رو توی ذهنتون داشته باشین که یوزرتون همواره بیاد توی ناحیه اکشن قرار بگیره. این هم ریسورس هایی هستش که میتونید در موردشون، در مورد این موضوعاتی که گفتم اطلاعات بیشتری داشته باشین. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون از آقای عبدی. متشکریم از شما، خیلی لطف کردیم.